یکی اجازه بده دوست پسرش بیاد توی برنامه با احساسی که یکی بازی کنه، چون که میگه من جلوی پیشرفت کسی. راست میگه این علی آقا، لاشی بازی و اینا رو رواج ندیم. ایشون خودشون بعد از کنسرتی که به قول خودشون کنسرت بوده داخل استانبول بوده با این خانم به اسم یلدا سودا یه جایی دروغ گفت، من ناراحتم کرد دیگه، فالو آنفالو هیچی، ریموو. همراهان سلبی سودا، درود بر شما. اتفاقات فوق جنجالیه همچنان بین محدثه و شاهین. محدثه یه لایوی رو با امیرحسین مشترکاً برگزار کرد و یه سری افشاگری‌هایی از شاهین انجام داد. البته که طبق انتظار ما شاهین هم کم نیاورد و حسابی به محدثه زد. یه سری افشاگری‌های در مورد محدثه انجام داد که واقعا باورناپذیره. حالا با هم دیگه بشنویم، خودتون قضاوت بکنید. میگم چون ما قسمت جلوتر رو می‌بینیم، یعنی می‌دونیم چه اتفاقاتی افتاده، هر قسمتی رو می‌بینم تو حرف می‌زنی فوشت میدن. محدثه چرا اینقدر سعی کردی حفظ و حرمت کنی، اون اصالت خانوادگی تو نگه داری برای یه سری‌ها که شاید اینقدر نداشتن؟ بالاخره میدونی امیر موضوع چیه؟ موضوع اینه که دوست نداشتم به شخصیت خودم توهین کنم. به خاطر اون داداشمون لو به خاطر اون بالاخره این زندگی و انتخاب من بود، به شخصیت من داشت توهین میشد. نمیتونستم به شخصیت خودم توهین کنم. بله. که مثلا بهم بگن تو کی یه سال با این بودی، نمیشد. من یه چیز بگم، ولی در کل محدثه یه جوری بودش که مثلا کلا خیلی حفظ حرمت و اینا میکنه. خب این خیلی قشنگه، اتفاقا شخصیت بزرگ و قویشو میرسونه. خب ولی دقیقاً یه موقع‌هایی ما با حفظ حرمت در واقع به خودمون بی‌حرمتی میکنیم. خب واسه همین یه جاهایی لازمه که یه سری چیزا گفته بشه به نظر من. ولی این کاری میگم خیلی کارت قشنگه که این کار میکنی، ولی کلا این تو زندگی میتونه به آدم تو زندگی میتونه تاثیر بذاره. خلاصه رو خود آدم تاثیر بد میذاره. من وقتی اونجا بودم فقط داشتم به این فکر می‌کردم که این برنامه رو قراره مامانم اینا ببینن، بعد قراره همه ببینن، جلو دوربینیم خودمون نیستیم، فقط شما نیستیم. فقط داشتم به آینده فکر می‌کردم که مثلا چی دارم صحبت میکنم، دارم کیو خراب میکنم، دارم به شخصیت خودم توهین میکنم. به خاطر اون دوست نداشتم مامانم اینا برنامه رو دیدن. بیشتر از همه اون دیگه تربیت خودت دیگه، میدونی مامان بالاخره انقدر زحمت کشیده، میدونی دیگه، اون حرمت رو نگه داشتی سر سفره پدر که میگن بزرگ شدی، همین چیزاست دیگه. ولی خب میگم من خیلی داشتم هرس می‌خوردم. زا در اومده بچه، کسی نمیدونست اصلا، اون خودش هم خبر نداشت که من ورود میزنم تو این برنامه. من خودم رفیقم امور که تو عاشق آداسی قهرمان شده بود باشم پست دارم، اون منو برد تو این برنامه. این آقا هیچ نقشی تو این نداشت. نه بچه ها، اولش من دوامون شد، لج کردم، گفتم میام تو این برنامه، گذشت، جدا شدیم. اون موقعی که ورود زدم نمیدونست، فکرشو نمیکرد که گذشته بود از اون اتفاقا، نمیدونست که من میرم تو این برنامه. هیچکس خبر نداشت، هیچکس نمیدونست من دوست دخترش. این که بگیم از اون آدمی که بازیگره، دو تا از فیلماتو به ما هم نشون بده، ما هم کیف کنیم، بازیگری یا دکور اون فیلمه. شما در حدی نیستی که بخوای در مورد ورزش من صحبت کنی و اینکه اینور اونور میشینی راجع به من صحبت میکنی، منو تهدید میکنی. نمیگی که اگه من بخوام صحبت کنم با مدرک صحبت میکنم، اون موقع دودش بازم میره تو چش خود. دادم بره تو برنامه عشق ابدی. من برنامه رو در این حد نمیدونستم که اینجوریه. حتی با من صحبت میکرد، میگفت که نه اینجوری نیست، فقط دارم فیلم بازی میکنم و این حرفا که حالا بگذره، همشو خودتون میدونین. ببین من یه ورزشکارم، تو برنامه‌ام دیروز گفتم کسی بیاد مانع پیشرفت من باشه طبیعتا اون فردو میذارم کنار. منم نخواستم به خاطر حسادت دخترونم مانع پیشرفت این آقا بشم که گفتم میره حالا پروژه‌های خفن‌تری میگیره، که اینجوری شد دیگه. نه بچه‌ها ازدواجی نبود، یه دعوایی کردیم سر یه موضوعی که الان نمیخوام بگم، برنامه پخش خودتون من دعوامون که شد، من لج کردم، گفتم که منم میام تو این برنامه، که حالا جواباشون و اینا همشون تو برنامه هست. بچه‌ها تو رو خدا انقدر نگین اکس اون. این خودش مگه قبلا کی بود؟ به لطف شما به خاطر این برنامه 2 نفر آدم شناختنش. همش داشتم به این فکر می‌کردم که این برنامه رو قرار خانواده من ببینن، خودمون نیستیم. فقط محدثه بفهم داری چی صحبت می‌کنی، محدثه کاری نکن مثلا خانواده‌ات فوش بشنون، کاری نکن سرفکندشون کنی. دوست نداشتم خرابشون کنم اصلا. با توجه به اینکه محدثه تو لایوش گفت شاهین هیچ نقشی تو ورودش به برنامه نداشته و اون از طریق دوستش وارد عشق ابدی شده، شاهین هم در مقابل صفحه چتش با خانم مریم تهمتن، یعنی شخصی که انتخاب بازیگرها به عهده اون بود، رو منتشر کرد تا نشون بده که هم تو ورود محدثه نقش داشته و همین که مطلع بوده. دیدم که این خانم لایو گذاشته بود و نسبت به خیلی صحبت کردم و
حتی یه ویدیو هم با علی برای من فرستاده بودید که داخل ویدیو با علی میگم من اصلا کار به ایشون نداشتم، ایشون داره در مورد من صحبت میکنه. اولا که خواستم میگم قبل هر چیزی شما رفتی ویدیو گرفتی با محبود و شروع کردی به صحبت کردن از من و اینا که توی یوتیوب گذاشته بودیم. اینها از اونجا شروع میشه. پس خودت شروع کردی. الکی نه یا هی با احساسات مردم بازی نکن، دنبال ترحم خریدن نباش. همین که الان نگاه کن، تو میگی آره من استرس داشتم اونجا نتونستم بگم که من نه قهرمان تیم ملی نیستم. این آقا گفته. خب این حرفا رو شما 1 سال پیش به من گفتی. از 1 سال پیش من اینجوری میدونستم و من طبق حرفای خودت گفتم. این از این. حالا که دیگه 4 نفر اومدن دروغتو در آوردن، اومدی میگه اینجوری و اونجوری. اوکی. با علی صحبت کردی، بعد علی گفتی که برفرض داره توی کانالش داره من تهدید میکنه که اگه صحبت کنی فلان. من هیچ تهدیدی نکردم. تمام حرفای من اینجا هست. اگر متوجه نمیشی برو بالاتر دوبار گوش بده. تمام حرفای من، وایسای من اینجا هست. من شما رو تهدید به چیزی نکردم. من دارم به شما میگم که اینور و اونور میشین صحبت میکنی با این آقا با اون آقا با کرگیرای این داستانا داری لایو میری، برو، مشکلی ندارم. میگم حواست به صحبتات باشه. یه جایی یکی از اینا به خاطر اینکه میخواد بیشتر به من بزنه و خودشو خوب نشون بده، باعث میشه تو یه حرف اشتباهی بزنی و همون حرف اشتباهی تو باعث میشه که بعدا من بیام خیلی چیز دیگه صحبت کنم. این از این. و در رابطه با اینکه گفتی آره من خیلی مدرک دارم و نمیدونم صحبت کنم و فلان و دودش میاد تو چش خودت، از همینجا اعلام میکنم تمام مدارکی که شما داری و تمام صحبتایی که شما داری همه رو قشنگ ویدیو بکن، بذار مردم بفهمن چه آدم بدی هستم و همون چیزی که شما داری نشون میدی. بعد ببینم بذار هیچ اشکالی نداره، بذار. فقط بازم دارم میگم چون هی این ور اون ور داری صحبت میکنی و اینا دوست دارم به من بزنن از طرف خودت که خودت هم خوب میدونی که حتی 2 هفته پیشم اومدی نشستیم اونجا تو کافه صحبت کرده بودیم در مورد همین چیزا و خودت داشتی میگفتیم. یادت دیگه؟ اگه یادت نیست که یادآوری بکنم. میتونم یادآوری کنم. خلاصه همین منتظر من ویدیو شما هم هستم که با مدارک صحبت کنی و این دودش بره تو چش من. ولی ای کاش اینقدر معرفت داشتی که این همه حالی که بهت دادم، این همه معرفت که برات گذاشتم که برای هیچ کسی نذاشته بودم، معرفت رو با معرفت پاسخ میدی. میدونی سعی کن بیشتر از این دروغ صحبت نکنید. سعی کن بیشتر از این خودتو خراب نکنید. نه تنها تو بلکه 3 نفری میایین دور هم دیگه میشینید به صحبت‌های دروغ و همدیگه رو تایید میکنید. نکنید. بیشتر خودتون رو خراب میکنید. حالا انگار گفته شده که ساعت 5 هم یه لایو دارید. منتظر لایوتون هستم تا جای دروغ بگید دوباره بچو خرابتون میکنم. خودتون حرمت خودتون رو نگه دارید. اینو چندین بار دارم میگم. و حتی الان هم چندین نفر از قهرمانان 2 میدانکار و بچهای 2 میدانکار ایران استوری کردن، پیام دادن که ایشون اصلا جزو تیم ملی نیست و یعنی شما خودت تا به همین الان به من دروغ گفتی که من عضو تیم ملی ام و فلان و اینا. 2 تا عکس هم به من نشون داده بودی برفرض از روز اون مال استانیت. من خب بند اینا نبودم، گفتم وای دمت گرم باری کلا، دنبالی نبودم که حالا واقعا تو مدالی آوردی، واقعا تو قهرمان جهانی یا قهرمان ایرانی فلان، دنبالی اینا نبودی. برفای خودت باری کلا. و این که میگی به خاطر ورزشم و اینا، نه، به خاطر ورزش شما نبود، به خاطر شخصیتت بود که تموم شده رفت و شما تا همینجا من دروغ گفتی. اوکی که برفرض من فلانم، من اعلانم داخل کلا ترکیه هم شما اگر مقامی هم داری داخل ایران داری و به درد ترکیه نمیخوره، باید برگردی همون ایران و همونجا ادامه بدی. اگر داری مقامی که میگی جزو تیم ملی ایرانم، ما هم همینجوری برداشتیم تو تلویزیون و توی برفرض این قسمت رو گفتیم جلو دوربینا. خب خودت نگفتی آقا بعدن دروغ من در میاد. حالا من هیچی پیگیری نکردم، مثلا برام مهم نبود. اوکی نمیگی بقیه میرن پیگیری میکنن دروغ در میاد، الان همه 2 میدانکار استوری گذاشتن رد کردن این قضیه رو، چرا این کارو میکنی؟ زشته. اینم از این داستان که دروغ در اومد. باز اینم یه دروغ دیگه که میشینی دور هم دیگه صحبت میکنی. حالا باز منتظرم ببینم چه چیزایی صحبت میکنی، بیام دروغاتونو در بیارم. ولی نکنید. من اگه خودم بخوام صحبت کنم میتونم صحبت کنم، ولی دارم بهت میگم به خاطر مشکلات شخصی خودت نمیخوام، چون مشکلات شخصی خودت نمیخوام باز کنم. اگه تو باز کنی همه رو بازش میکنم. اینو دارم بهت میگم، تو بازی کسی نرو. حالا این داستانا و بحثای ما که حتی خودت الان چند تا تیکه توی لایوت گفتی که آقا ما بحث و دعوا داشتیم فلان اینا، و این بحث و دعوا اتمامش رسید کجا؟ به اوایل برنامه. اوکی شاید میگن آقا این خیانته، من پذیرفتم. اگر حالا خانم صالحی هم گفت چقدر بچانسی هم کات کردنت خورده اینجا به اول برنامه، و اگر این اسمش خیانته که حتی داخل برنامه انقدر همه گفتن خیانت، حالا من دیدگاه من خیانت نبود ولی دیدم آقا همه دارن میگن خیانته، گفتم باشه پس خیانته و عذرخواهیش هم کردم. حالا جلوتر خواهید دید خیلی چیزای دیگه. ولی یه چیز دیگه، تو وقتی کسی رو دوست داشته باشی، یا اصلا کلا کار به شما ندارم، کسی یکی رو دوست داشته باشه مگه اجازه میده طرف بره وارد یه همچین برنامه‌ای بشه که مبناش پیدا کردن عشقه؟ تو به من گفتی مثلا برو آره، بعدن این حرفایی هم که میزنی آخه اینجوری نیست، من جلوی موفقیت کسی رو نمیگیرم و فلان و از این حرفا. بعد خب من برم اونجا عشق پیدا کنم و اینا، با احساسات یکی دیگه بازی کنم مثلا، بعد برگردم پیش شما. پس شما علنا خودت داری با احساسات دخترای دیگه بازی می‌کنی، یعنی خودت داری میگی برو با احساس دختر دیگه بازی کن، بعد بیا اینجا پیش من. خب مگه میشه؟ مثلا مثل این که یه پسر دختر با هم دیگه هستن، پسر به دختر بگه من که به تو اعتماد دارم، برو با یک شوگری باش و فلان و اینا، پول مولا رو بردار بیار، منم اینجا هستم. مگه میشه همچین چیزی؟ تو طرفو دوست داشته باشی اصلا این حرفا یعنی چی؟
یه ذره وقتی میگم خودتون به خودتون دارید میزنید من فقط میخندم، میدونی خندم میگیره. بعد میگم خب خدا من الان جواب بدم، باز میگم نه بذار جواب ندم، باز میگم خب باز شاید بعضیا متوجه نشن بذار جواب بدم، بعد میگم جواب میدم. هر چی بیشتر دارید صحبت میکنید بیشتر توی این حرفای خودتون دارین غرق میشید و به خاطر همینم بارها و بارها تکرار دارم میکنم که از دست کسی بازی نخور و هر چی هم که شما داری با مدرک رو کن، اشکال نداره، بزن بفهم من چه آدم بدی هستم. یک مشکلاتی، یک ناراحتیای، یه چیزایی پشت این داستان بوده که و یه رابطه به اتمام میرسه و طبیعتا خب از ماهای قبلش یک مشکلاتی بوده. درسته توی رابطه ما دعوا و داد و بیداد و بحث و اینا نبوده، ولی یک چیزایی بوده که آقا من نمیتونستم قبول کنم اینا رو و حتی همونجوری هم که توی برنامه دیدید بهشون هم گفتم، توی برنامه‌ام صحبت کردم، گفتم من چند وقت پیشم هشدار داده بودم که آقا این کارا رو درست کن، اینا رو رعایت کن و همون صحبتایی که توی برنامه بود که حتی این خانم برمی‌داره به من میگه که اگر شما منو به خاطر ورزشم می‌خوای خب پس برو. و چندین بار در این رابطه صحبت شده بود، در رابطه با مشکلاتی که وجود داره، در رابطه با چیزایی که داره منو اذیت می‌کنه، چندین بار صحبت شده بود ولی به کات کردن و اینا نرسیده بود. و خب طبیعتا زمانی هم که من اومدم توی برنامه، توی اون روزای اول با ایشون صحبتی که می‌کردم، صحبت به این صورت بود که درسته شاید البته تلفنی صحبت می‌کردم و بعضی چیزا هم توی پیام‌ها خب ناراحت بود بالاخره از اینکه آقا ما صحبت کردیم که برفت جدا بشیم و اینا و ناراحت بود. خب منم باز پیام میدادم بهش آقا برفت ناراحت نباش فلان، یا سعی می‌کردم اینجا اشتباه من بود که سعی کردم هم حتی توی پیام‌های دلگرمی بهش بدم و چیزی ناراحت نباشه. چرا من اینجوری پیام میدادم؟ به خاطر اینکه دلگرمی میدادم و هزار تا چیز دیگه که ناراحت نباشه و به خاطر یک مسائل شخصی خودش بود که میگم نمیخوام باز کنم اونا رو، ولی خب اگر خیلی جاها ببینم توی لایف‌های متفاوت یا توی برنامه‌های یوتیوبی متفاوت که با یک سری دیگه میگیره و صحبت میکنه، ببینم اگر داره دیگه خیلی چیز غیر منطقی صحبت میکنه، مجبور میشم که خیلی چیزا رو صحبت بکنم که چرا، به چه دلیل. حتی همون روزهای آخر من داخل پیام‌ها بازم با یک پیام‌هایی باهاش صحبت میکردم که این خانم ناراحت نباشه، انرژی خوب بهش بدم و سعی کنیم با یک انرژی خوب از هم دیگه جدا بشیم که دیگه در روز آخر من به صورت تلفنی گفتم آقا تموم دیگه، من واقعا نمیکشم و تموم کردیم اونجا. و بعدش هم که خب اون روز اول بود که با تنازم کلا آشنا شده بودم و رابطه‌ام با تناز رفت جلو و واقعا حس و حالی که تناز به من داد و این عشقی که بیدار کرد در من و این حس و حالی که به وجود اومد نسبت به تناز انقدر قوی بود که حتی دیگه یک بار دیگه به مغز من خطور نمی‌کرد که بخوام آقا به این خانم پیام بدم و با پیام‌هام باعث دلگرمی این خانم باشم. میگم اگر در روزهای آینده من لایف‌های متفاوتی ببینم و حرف‌های متفاوتی از این خانم بشنوم، طبیعتا خیلی چیزا رو صحبت میکنم که دوست ندارم صحبت کنم چون در رابطه با مشکلات شخصی خودشه. پس من که مطمئنم این پیام منو به دستش میرسه، همینجا بهش میگم که مواظب صحبت کردناش باشه، اگر نه خیلی چیزا رو صحبت میکنم. علی تو ویدیو مشترکش با زهرا توی یوتیوب نسبت به این قضیه که خانم پرستو صالحی این مثلث عشقی شاهین و تناز و محدثه رو تشویق کرده اعتراض کرده. در پاسخ شاهین هم اومده یه ویدیویی رو کرده که نشون میده علی بعد از برنامه با یه شخص دیگه است، نه با زهرا. با هم دیگه ببینیم. لاشی بازی خنده‌دار رواج ندیدین و برنامه درست کردید اومدید اگه میخواید اینا رو رواج بدید ببندید. فازتون چیه؟ خیانت کن مشکلی ندارم، دست بزنید برا. میگه شاهین برخلاف قوانین سینگل نبوده باید حذف بشه. نه مگه میشه؟ نه زشته. یعنی برش خیانت کرد. شما خیانت کردید با هم؟ یه دست بزنید. بله راست میگه این علی آقا، لاشی بازی و اینا رو رواج ندیم. ایشون خودشون بعد از کنسرتی که به قول خودشون کنسرت بوده داخل استانبول بوده با این خانم به اسم یلدا لیزارد که روی استیج هم با ایشون بوده و درفز خونده و اونم دیجی بوده و اینا، دست به دست لب تو لب میرن به سمت خونه. بعد الان اومده نشسته با زهرا داره چیکار میکنه؟ ویدیو میگیره. بابا با شعور ملت بازی نکن. اینو فرستادم به گوشت برسه که نکن، زشته. شما هم با شعور ملت بازی نکنه. واکن همتون دارین یکی یکی میخواین به من بزنین کره ها رو بگیرین، یک تنه خودم میزنم همتونو، یه تنه. خب منتظرم نفرات بعدیتون هم صداشون در بیاد، اونا رو هم میزنم یکی یکی، همتون هم بیان. کاری که توی برنامه کردین همتون ریختین سر منو تناز که باز هم ما انقدر قوی بودیم که سرپا موندیم با وجود مثل کفدار ریخته بودیم، ولی مشکل نبود. هیچ مشکلی پیش نیومد. مشکل اصلی این بود، مشکل اصلی که نه، اصلا سناریو این بود که شماها بسته بودیم و ما قربانیای اون بازی بودیم و نمیدونستیم، مثلا فکر کردیم خیلی خوب داریم طاقت می‌بریم. ما آره راست میگه آقا، لاشی بازی رو رواج ندید. یا تا لب بگیر تو برنامه از این اون باز بیای بیرون برنامه اینجوری و الان مثلا ادعا کنی با زهرا با هم یا یه عکس می‌ذاری 40 دقیقه پای کالینگ اینو. بابا بیا برو دنبال بازیت. اون طرف ماجرا نگار 2 در ارتباط با محدثه یه استوری منتشر کرده و از اینکه محدثه توی برنامه وقتی که داشته با شاهین صحبت می‌کرده صداش می‌لرزیده ابراز ناراحتی کرده. البته که تناز همچین استوری رو بی جواب نمیذاره و حسابی به نگار 2 تاخته. جالب نیست، همه قربانی ان اونجا. بعد تو روی من خوبی با هم پارتی میای پیشمون.
بعد واسه همه ادعای فمینیستی میکنه. بابا فمینیستا سالها برای به دست آوردن این اسم جنگیدن، کلی آسیب دیدن، وقتشون، ذهنشون، روحشون رفته. ادعا میکنه فمینیست. من توی یک برنامه شرکت کردم، توی یک برنامه‌ای که از من خواستن من سینگل بیام، توی رابطه نباشم، اونجا با یه فردی آشنا میشم، یا عاشق میشم یا حذف میشم. همون برنامه با همون اصول و قوانینی که برنامه داشت، نه توی رابطه‌ای بودم نه چه، همه چیز گذشته‌ام پاک کردم. اومدم با یه فردی آشنا شدم، از هیچ چیزی خبر نداشتم، باهاش پیش رفتم، عاشق شدم، دل دادم، دل گرفتم و یهو فهمیدم که 20 روزه که من دارم دل میگیرم. البته بگم 20 روزه که دل میدم و 10 روزه که دل میگیرم. این آقا 10 روزه که تازه کار کرده و اکسش هم میاد. 2 نفری که در جریان همه چی بودن و من نبودم. شاهینم تو روم الان اینجا روبرو نشسته. بازم بهش میگم من این دروغش هیچ وقت نمیبخشم. ولی یا منطقی صحبت کن، تو که ادعای منطقت میشه عزیزم. واقعا یا منطقی صحبت کن. اگه جنگه بیا جنگ برابر. کجای کار من غیر اصولی بوده که این خانم اجازه اینو به خودش میده که بیاد به من و حس من و واکنش من به عشقم رو زیر سوال ببره؟ نمیپذیرم. کجای این منطقیه که بیای بگی که اونی که 10 روزه توی رابطه است و چرا انقدر داره ادا در میاره عکس میاره؟ محدثه میدونست اونجا دوست پسرش تو بغل یکی دیگه است. منظورم اکسشه. توی بغل یکی دیگه است اومده. من نمیدونم. پس من قربانیم. من این وسط قربانیم به خاطر اینکه اینجوری قربانیم قرار گرفتم. نه شاهین رو میبخشم نه اون کسایی که اونجا با من بازی کردن. اینو هیچ وقت فراموش نمیکنم. اینجا دارم میگم که این حس واسه محدثم بده و محدثم داره اذیت میشه. جفتمون حالمون بده و اصلا از این ناراحت نیستم که شاهین رفته نشسته داره صحبت میکنه. صحبتهای منو گوش کنی. بعد میای میگه ادای قربانی رو در میارم. میگم که زیر پوشش یه اسمایی که اصالت و وقار و ارزش دارن خودتون رو ناپوشونی نکنید. زیر اسمایی که انقدر ارزشمندن خودتون رو قایم نکنید. نقاب فمینیستی نزنید ولی از اون بر بگید که عجب عجب ادعای قربانی. خب خانومی که ادعای فمینیستت میشه، بذار یه موضوعی رو بگم. محدثه اومد چی گفت که من به خاطر پیشرفتش اجازه دادم بیا توی همچین برنامه. پیشرفت تو چی؟ مگه دانشگاه؟ مگه مثلا برنامه علمیه؟ پیشرفت چی؟ پیشرفت این که دوست پسر اجازه بده بیا توی برنامه دوست دختریابی و عشقیابی با یه دختر دیگه احساسی رفتار کنه، دل یه دختر دیگه رو ببره که واسه تو پیشرفت کنه، یعنی با احساسات یه دختر بازی کنه که واسه پیشرفت تو و رابطه تو خوب باشه. چرا؟ چون دوست پسر پیشرفت کنه واسه تو هم شده دیگه، تو که جلوی پیشرفتش نمیگرفتی. خانم فمینیست اینجا که با احساسات من بازی شده و این خانم اجازه داد دوست پسرش بیاد توی برنامه و منتظر که برنامه تمام شه دوست پسرش برگرده بهش و گفته اجازه داری بازی کنی تمامش کنی برگردی برای پیشرفت. قابل این سکوت میکنه. یعنی این که یکی اجازه بده دوست پسرش بیاد توی برنامه با احساسات یکی بازی کنه چون که میگه من جلوی پیشرفت کسی نمیگیرم. اوکی. بعد توقع اینم داره که دوست پسرش بیاد توی برنامه و بعد برگرده پیشش. برو بازی کن با احساسات دختر، حالا یا برنده چه پولم میاری با هم اشغال می‌کنی یا حالا معروف میشی دیگه. بازی کن بیا. عجب بابا به قول خودت عجب.